در پایتخت عربستان سعودی در زادگاه پیامبر و محل ظهور اسلام، ستارگان مد و موسیقی با تن نیمه برهنه بر روی صحنه رفتند، رقصیدند و آواز خواندند. برنامه‌ای که بزرگترین رویداد هنری در تاریخ عربستان سعودی خوانده شده است. علی صاحب، برند معروف لبنانی، به مناسبت 45 سالگی تأسیس برندش نمایش باشکوهی را در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار کرد. جینیفرلوپس، خواننده مشهور آمریکایی، در این مراسم با یک استایل پرزرق و برق اجرا کرد. در این برنامه هنری و پروژه هنری نمایش بزرگ میماند از ستارگان پرآوازه چون جینیفرلوپس و سلین دیون گرفته تا کامیلا کابیو، خواننده آمریکایی کوبایی، آنده ارچیل، بازیگر ترکی و نانسی اجرم، خواننده لبنانی نیز روی صحنه رفتند. علی صاحب در شب ویژه 45مین سالگرد فعالیت حرفه‌ای این برند شناخته شده با استفاده از عناصر کلاسیک در طراحی طاق‌ها، تزیینات شرقی و رنگ‌های طلایی و نقره‌ای صحنه مجلل و رویایی را به نمایش گذاشت. در این برنامه که جینیفرلوپس اجرای نخستش را بر عهده داشت، بیش از 300 مدل با لباس‌های خاص روی صحنه رفتند. جینیفرلوپس با لباس براق نقره‌ای ورودی باشکوهی به صحنه داشت، به گونه‌ای که روی صحنه شناور با طراحی سفید و تزیینات پرزرق و برق ظاهر شد. یکی دیگر از لحظات برجسته نمایش علی صاحب بازگشت سلین دیون به صحنه بود. این آوازخوان معروف کانادایی که در 2 سال گذشته درگیر بیماری جدی بود و با اجرای برنامه در افتتاحیه المپیک 2024 پاریس به صحنه بازگشت. در نمایش مد علی صاحب با لباس طلایی درخشان ظاهر شد و 2 ترانه محبوب قدرت عشق و من زنده ام را اجرا کرد. اجرای این برنامه هنری توسط ستارگان مد و موسیقی در عربستان سعودی مبدای اسلام و زادگاه پیامبر آن واکنش‌های زیادی را در میان مسلمانان برانگیخته است. برخی از منتقدان این برنامه را که زنان با تن نیمه برهنه روی صحنه آمدند و پایکوبی کردند، خیزش کفر از کعبه عنوان کردند. برخی دیگر این نمایش هنری را تجددخواهی عربستان سعودی خوانده و گفتند که این برنامه ها می تواند عربستان سعودی را به قافله جهان پیشرو امروز پیوند بزند. اما برخی دیگر گفتند که حرکت های تجددخواهانه با این سرعت به افزایش چندروی اسلامی می انجامد و با شکست مواجه می شود. آنها گفتند که اقدامات تجددخواهانه باید گام به گام انجام شود تا سبب واکنش های تند گروه های افراطی نشود. ستارگان مد و موسیقی دنیا در حال در عربستان سعودی با تن نیمه برهنه رقصیدند که بر اساس آموزش‌های اسلامی صدای زن در افغانستان، یکی از کشورهای اسلامی، عورت اعلام شده است. این تناقض در 2 کشور اسلامی برای بسیاری از مسلمانان پرسش برانگیز شده است، زیرا در زادگاه پیامبر اسلام ستارگان مد و موسیقی با تن نیمه برهنه روی صحنه می‌آیند، اما در افغانستان هزاران کیلومتر دورتر از مبدأ اسلام صدای زن عورت اعلام شده است. بینندگان عزیز، کانال خانه خبر افغانستان را سابسکرایب کنید.
Tonight I'm gonna sing Saudi, na na na. Half of my heart is in Saudi, na na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Hey. Like a movie scene in the sweetest dreams, I have pictured us together. Now to feel your lips on my fingertips, have to say it's even better than I ever thought it could possibly be. It's perfect, it's passion, it's setting me free from all of my sadness, the tears that I've cried. I have spent all waiting for tonight, oh, when you would be here in my arms. Waiting for tonight, oh, I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. You know I'm ready tonight on the floor. We'll sail, London to Ibiza, straight to Romania, baby to Africa. Waiting for tonight. Así mismo, así me gusta, así me gusta. Rian, you sing! La 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 la. Tonight we gon' be hit on the floor. Let's get down, let's get down. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. You wanna live your life, live it all the way, don't you waste it. Every feeling, every beat can be so very sweet, you gotta taste it.
جینیفرلوپس و هنرنماییش. این نمایش رقص و مد در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. علی صبر طراح لبنانی 45 سال فعالیت در صنعت مد را با یک نمایش تاریخی در عربستان سعودی جشن گرفت. این نمایش بخشی از جشنواره موسم ریاض، بزرگترین جشنواره سرگرمی منطقه بود. در این برنامه شماری از چهره‌های مشهور دنیای مد و موسیقی حضور یافته بودند. اولین چیزی که میخواهم بگویم این است که مد جهانی شده است. منظورم این است وقتی شروع کردم یک مجموعه برای منطقه عربی و یک مجموعه اروپایی می ساختم. اکنون من یک مجموعه می سازم، زیرا با همه چیزهایی که حالا اتفاق می افتد و با همه پیشرفت‌ها حرفه ما بسیار توسعه یافته است، زیرا فناوری با آن پیوند خورده است. بنابراین بسیاری از چیزها 100% تغییر کرده است. این برنامه با اجرای موسیقی پر انرژی جینیفرلوپس، آوازخوان، رقاص و بازیگر آمریکایی آغاز شد. این شب موسیقی یکی از نمایش‌های پر جنب و جوش از سبک و فرهنگ خاورمیانه نیز دانسته می شود. افزون بر جینیفرلوپس، کامیلا کابلو خواننده آمریکایی، سلین دیون خواننده کانادایی و عمر و دیاب ستاره پاپ مصری نیز حضور داشتند. فکر می کنم این یکی از شگفت انگیزترین و تماشایی ترین لحظات زندگی ما به عنوان هنرمند، مد و همه چیز است. با آوردن همه آنها به اینجا در این لحظه شگفت انگیز، چیز غیر قابل باوری را خواهید دید و من منتظر آن هستم. این نمایش که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، منعکس کننده تلاش‌های مداوم عربستان سعودی برای قرار دادن خود به عنوان یک مرکز فرهنگی و سرگرمی جهانی با هدف جذب بازدید کنندگان غربی و تغییر تصویر این کشور دانسته می شود. مردم لبنان زندگی را جشن می‌گیرند، هنر را دوست دارند، زیبایی را دوست دارند و آنها تمام تلاش خود را می‌کنند تا این پیام را به تمام جهان برسانند. این رویداد همچنین در بحبوبه تنش جاری در لبنان رخ می‌دهد. در جریان درگیری بین اسرائیل و حزب الله